سوال دیگر، یک گروه مردم فکر میکنم از اسفره باشن یا از چارکو باشن، برای ما گفتن که یک مسئله بسیار مسئله بحث و مناظره شده است. با پایپوش، یعنی زنها پایپوش میگن، یعنی در جای ما جوراب میگیم، بعضی آدما نسکی میگن آیا نماز خواندن زن با یعنی به جوراب یا بگیم به پایپوش اگر نماز خونه نماز درست نمیشوه؟ گفتگی در بینشون بحث و مناظره شده است. برادرای عزیز و خواهرای خیلی گرامی، یکی از شیخ‌ها و مفتی‌های مصر به نام عبدالله عجمی هست. اون کس میگه که جمهور فقها با پوشیدن جمهور فقها گفتن که اگر زن در حالت نماز پایپوش داشته باشد یا جوراب داشته باشد، مقصد به همین دلالت کردن که بگذار در حالت نماز پایپوش یا جورابش باشد. ولی یک چیز است که جناب امام ابو حنیفه برای زنها چی در داخل نماز چی در بیرون نماز پایپوش یا جوراب ضرور نمیشماره. ما در عبارای همین مختصر من داریم که الا الوجه والکف والقدم، یعنی چهره زن کشاده بودنش، دستاش کشاده بودن، قدمهای پاش کشاده بودن، این یگان گناهی نداره. برای همین نزد مذهب ابو حنیفه خواه در بیرون نماز خواه در درون نماز پوشیدنش ضرور نمیشماره و هر کسی که اگر بدون جوراب و پایپوش هم که باشد و گناهگار نمیشود. و میشود گفته است ابو حنیفه که آدمایی که اگر خواهند احتیاط کنن، احتیاط کنین از باب احتیاط، از باب تقوا، این خوبه. حتی گفته است کرتاهای دراز قطعی هم میشود که کرتاهای درازی باشد که پایهاش اگر پشاند، این هم گفته است درسته. شخص دیگری را دیدم به نام شیخ محمود شبلی. این کس میگد که پوشیدن جوراب واجب نیست، یعنی ضرور نیست که خواهرای ما در حالت نماز یعنی پایپوش داشته باشند یا جوراب بگیم جوراب داشته باشند. همچنان جناب شیخ محمد عبدالسمیع مصری هم این هم باز همون قول آورده است که نزد حضرت امام ابو حنیفه یعنی از ضرورات حساب نمی شود. برای همین خواهرای عزیز، اولا خدا توفیق تونتید که نمازها را میخونین، یعنی برای پایپوش مهم بودن مهم نیست، لیکن اگر پوشین خوب، ولی اگر ترکشم که کنین نزد مذهب خود ما و نزد این علمای را که من مفتی های مصر بودم برای شما آوردم، یعنی ضرور ندانستن، واجب ندانستن، بلکه گفتن اگر رعایه کنه خوب، رعایه هم نکند یگان جای گناهش نیست. خوب، گفتن دستا را اگر وقتی میشوین دستا میشوینم بعد همین دستا گفتن نتکین، یعنی هست این در حدیث ها آمده است که وقتی دستاتو نشستین، حتی من این را در یک کدام سوال جوابی گفتگیم همراه مقصد حتی خشک کردنش با بگیم دستمال میگیم یا پلاتینسه، حتی پیامبر گفتن نکنیم بگذار همون خودش خشک شود، لیکن این امر نیست. اگر خشک شم که کنیم گناهگار نمیشیم، اگر هم تبانیم خودشم خشکم شود هیچی باقی نداره، لیکن تکیدنش مقصد اینش هم یکان گناهی نداره. وقتی می تکیم آبش در زمین هم که بزنه.